سلام به شما که دنبال آگاهی بیشتر درباره بدنتون. امروز قرار وارد دنیای عمیق و شگفت انگیز ستون فقرات بشیم. دنیایی که شاید هر روز باهاش داریم زندگی میکنیم، اما خیلی از ماها هنوز درست نمیدونیم که دردهای کمری از کجا میان، چی باعثشون میشه و مهمتر از همه چطور میشه جلوی بدتر شدنشون رو گرفت. شاید برای تو هم پیش اومده باشه که یه روز عادی داری خم میشی تا چیزی رو از روی زمین برداری که یک دفعه صدای تق، یه درد تیر کشنده برات پیش میاد. از اون به بعد دیگه هیچ چیز مثل قبل نیست. حتی نشستن، خوابیدن و دراز کشیدن. بعضیا فکر میکنن که دیسک کمر یه مریضی خاص برای افراد مسنه. اما واقعیت اینه که امروز حتی جوانهای 20 ساله هم ممکنه با دیسک کمر درگیر باشن. دلیلش چیه؟ سبک زندگیمون، استرس هامون، نشستن های طولانی مدتمون، غذاهایی که میخوریم و البته آیتم خیلی مهم، بی‌توجهی به بدنمونه. اما من یه خبر خوب دارم براتون. ما میتونیم درد رو کنترل کنیم و پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم و حتی به زندگی عادی برگردیم. فقط باید بدونیم که چطور این کار رو انجام بدیم. توی این ویدیو قدم به قدم با هم جلو میریم. از آشنایی دقیق با دیسک کمر شروع میکنیم تا بدونیم اصلاً چی هست و چرا آسیب میبینه. بعد میریم سراغ نشونه هاش و در نهایت چیزهایی که باید ازشون فرار کنیم. نه فقط یه لیست خشک و خالی، بلکه با توضیح علمی، مثالهای واقعی و راهکارهای کاربردی برای زندگی واقعی شما. حالا میخوام در مورد ستون فقرات براتون صحبت کنم. ستون فقرات انسان از 33 مهره تشکیل شده، از گردن تا پایین کمر. این مهره‌ها به ما کمک میکنن بایستیم، حرکت کنیم، خم بشیم و بچرخیم. بین هر دو مهره یه ساختار خاص وجود داره به نام دیسک بین مهره‌ای. این دیسک ها مثل بالش‌هایی هستن که جلوی تماس مستقیم مهره‌ها رو میگیرن و نقش ضربه‌گیر دارن. اگر اونها نباشن، مهره‌ها روی همدیگه ساییده میشن و درد شروع میشه. ساختار دیسک چه شکلیه؟ یه لایه خارجی داره و یه هسته ژله‌ای مانند داره. وقتی فشار زیادی روی دیسک وارد میشه، این هسته ژله‌ای میتونه به بیرون نشر پیدا کنه و به این حالت میگن بیرون زدگی دیسک یا پارگی دیسک، که همونی که اکثر مردم بهش میگن دیسک کمر. حالا دیسک کمر فقط یه مدل نیست، انواع مختلف داره. ما 4 موردش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مورد اول هم برجستگی دیسکه، یعنی توی این حالت دیسک کمر یکم بیرون زده ولی هسته هنوز داخل اون لایه خارجی باقی مونده. هنوز این مرحله خیلی جدی نیست و اگر کنترل نشه بدتر میشه. مرحله دوم بیرون زدگیه. اینجا هسته ژله‌ای از دیواره بیرونی عبور میکنه و معمولا درد و التهاب جدی‌تری وجود داره. مورد سوم پارگی کامله. دیسک پاره میشه و مواد داخلش بیرون میریزن. این مرحله میتونه باعث فشار زیاد روی عصب‌ها و درد شدید بشه. مورد چهارم دیسک تحلیل رفته است. با بالا رفتن سن یا فشار زیاد، دیسک کم کم آب خودش رو از دست میده و تحلیل میره. در این حالت که مزمن و طولانیه و ما دردهای مزمن و طولانی هم داریم. حالا میخوایم بدونیم که علائم دیسک چیه. گاهی بدن ما خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم میاد بهمون پیام میده. فقط باید بلد باشیم این پیام ها رو و بهش گوش بدیم. دیسک کمر یکی از اون اختلالاتیه که اگر نشونه هاشو بشناسی میتونه قبل از اون که خیلی جدی بشه جلوشو بگیری و درمانش رو خیلی سریع شروع کنی. علائم رایج دیسک کمر چیا هستن؟ یکیش درد پایین کمره، رایج‌ترین علامته. این درد میتونه از این ناراحتی خفیف شروع بشه تا به درد تیرکشنده ادامه پیدا کنه. بعضی وقتها فقط در یک سمت کمر درد احساس میشه، مخصوصا وقتی که دیسک فقط یک عصب خاص رو فشار میده. علامت دوم انتشار درد به پای همون عصب سیاتیکه. اگر دیسک به ریشه عصب فشار وارد کنه، درد از پایین کمر به باسن و رام و ساق پا منتشر میشه. این درد معروفه به درد سیاتیک که مثل یه برق گرفتگی میمونه یا تیر کشیدن سریع. مورد سوم بی‌حسی یا گزگز یا هم مرمور شدنه. عصب‌ها مسئول انتقال حس هستن. وقتی که این عصب‌ها فشرده بشن ممکنه پات بی‌حس بشه و یا احساس کنی که مورچه داره روی پات راه میره. علامت بعدی ضعف عضلات یا همون اختلال تو راه رفتنه.
در موارد شدیدتر ممکنه عضلات پای ما قدرت خودشون رو از دست بدن و راه رفتن سخت بشه و تعادلت به هم بخوره. علامت پنجمی که میخوایم بهش اشاره کنیم افزایش درده، اونم که هنگام نشستن، خم شدن و یا بلند کردن اجسام. نشستن فشار زیادی رو روی دیسک کمر ما وارد میکنه. اگر دردت توی موقعیت ها بیشتر میشه حتما دیسک داره و امکان داره حتی ناتوانی در خم و راست شدن هم مشاهده بشه. گاهی درد اونقدر شدیده که اصلا فرد نمیتونه بمونه سرپا واسته یا نمیتونه خم بشه. به اصطلاح که افراد میگن که کمرم قفل کرده. علامت بعدی بی اختیاری ادرار یا مدفوعه که علامت کاملا اورژانسی محسوب میشه و اگر شما این علامت رو دیدید، یعنی بی اختیاری در ادرار یا مدفوع به دست براتون حاصل شد، باید هرچه سریعتر به اورژانس مراجعه کنید. البته اگر این بی اختیاری ادرار و مدفوع با درد شدید پشت یا بی‌حسی در ناحیه لگن باشه، این علامت ممکنه نشون دهنده فوری فشردگی اعصاب باشه. حالا خیلی از وقتها مردم کمردرد دارن و بلافاصله فکر میکنن حتما دیسک دارن، ولی همه دردهای کمر از دیسک نیست. حالا میخوام تفاوت‌های درد عضلانی و درد دیسک کمر رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول از محل درد شروع میکنیم. توی درد دیسک کمر درد یک طرفه است که در مسیر عصبه، ولی در حالت عضلانی اگر درد عضلانی باشه دو طرفه است یا ناحیه‌ایه. انتشار به پا توی دیسک کمر رایجه و توی درد عضلانی اصلا نیست یا خیلی کم دیده میشه. نوعی درد در دیسک کمر تیز کشنده، سوزشی و انگار مثل یه جرقه برق میمونه، ولی در درد عضلانی به صورت سنگینی، فشار و یا گرفتگی مشاهده میشه. واکنش به حرکت توی درد کمر شدیدتره، به خصوص با خم شدن و نشستن، ولی توی درد عضلانی بهتر میشه، به خصوص با استراحت یا ماساژ. بی‌حسی و ضعف در درد دیسک کمر ممکنه، ولی در درد عضلانی نادره. مدت زمان درد دیسک کمر مزمن و طولانیه، اما در درد عضلانی کوتاه مدته. اگر درد چند روز بیشتر طول کشید و یا به پا انتشار پیدا کرد، حتما باید توسط پزشک بررسی بشه. خوددرمانی گاهی اوضاع رو خیلی بدتر میکنه. حالا میخوایم بدونیم که چطور دیسک کمر رو تشخیص میدن. تشخیص درست اولین قدم برای درمان مؤثره. برای این کار معمولا پزشک یک سری سوالات میپرسه، معاینه فیزیکی انجام میده و یا تصویر برداری که با ادغام همه اینها به نتیجه میرسه. امکان داره پزشک ازت بپرسه که دردت از کی شروع میشه، چه موقع‌هایی بیشتر میشه، آیا به پات میزنه یا نه، حس بی‌حسی یا ضعف احساس میکنی. این سوالا خیلی مهمه چون میتونن مسیر تشخیص رو هدایت کنن. امکان داره چند تا معاینه فیزیکی هم برات انجام بده. چند تا تست مهم برای دیسک. تست بلند کردن پا. در این تست پزشک پات رو در حالتی که دراز کشیدی بالا میبره. اگر درد به پات بزنه نشونه فشردگی عصب سیاتیکه. پزشک قدرت عضلات و رفلکس ها رو بررسی میکنه. ضعف عضلات یا کند شدن واکنش ها نشونه درگیری عصب هاست. تست تعادل و راه رفتن رو انجام میده، میبینه که موقع راه رفتن یا ایستادن لنگ میزنه یا نه. امکان داره تصویربرداری پزشک کمک بگیره. گاهی لازمه که برای تشخیص دقیق‌تر از ابزارهای تصویربرداری کمک بگیرید. مثل چی؟ مثل MRI که بهترین روش برای دیدن دیسک، پارگی، بیرون زدگی و یا فشردگی عصبه و خیلی خوب اینا رو نشون میده. دیسک ها توی ایکس ری نشون داده نمیشن، ولی میتونه تغییرات مهره ها و آرتروز نشون داده بشه در ایکس ری. در بعضی موارد که MRI انجام نمیشه از CT اسکن استفاده میکنن. الکتروکاردیوگرافی برای بررسی عملکرد عصب و عضلات مخصوصا وقتی شک به آسیب دارید انجام میشه. حالا بریم سراغ این که چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی نباید انجام بدیم. یعنی رفتارهایی که مخربی که دیسک رو نابود میکنن چیا هستن.
ما خیلی وقتها ناخواسته با رفتارهای ساده‌مون میان به دیسکامون آسیب میزنیم. مثل چی؟ نشستن طولانی مدت روی صندلی‌های معمولی، مخصوصا اگر پشتی صندلی مناسب نباشه. وقتی ساعت‌ها میشینی، فشار زیادی رو به دیسک‌های کمرت وارد میشه، مخصوصا L4 و L5. مورد بعدی، خم شدن نادرست برای بلند کردن اجسامه. خم شدن از کمر به جای زانو باعث میشه تمام وزن بدنت بر روی دیسک کمر بیاد که یعنی باید همیشه رعایت کنه که از زانو خم بشین. بلند کردن اجسام سنگین بدون آمادگی هم خیلی مضره. یعنی اگر شغلت یا ورزش طوریه که با وزن سر کار داری، باید خیلی مراقب باشین. بدترین حالت اینه که بدون صفر کردن عضلات شکم یه بار سنگینی رو بیای بلند کنی. برای در خوابیدن باید دقت کنید که تشکت نیمه صفر باشه تا ستون فقرات در وضعیت طبیعی خودش حفظ بشه. و اگر در استفاده از موبایل و لپتاپ باید سعی کنید که حالت خم شده نداشته باشید. یعنی ساعت‌ها خم شدن به جلو، حتی تو همین گوشی بازی کردن و کار کردن با لپتاپ میتونه دیسک گردن و کمرتون رو فرسوده کنه. کفش‌های پاشنه بلند یا کفشی که کفی مناسب ندارن تعادل بدنتون رو به هم میزنه و همین باعث میشه که فشار رو به پایین کمر منتقل کنه. چربی‌هایی که در ناحیه شکم هستن، یعنی همون اضافه وزن‌ها، باعث میشه بخصوص در ناحیه شکم قوس طبیعی کمر زیاد بشه که همین قضیه باعث میشه به دیسک کمر هم فشار بیاد. سیگار، حتی نیکوتینی که داخل سیگار وجود داره، باعث کاهش خونرسانی به دیسک و تحلیل زودرس اونا میشه. کم تحرکی و بی‌ورزشی هم بی‌تاثیر نیست. دیسک ها برای تغذیه نیاز به حرکت دارن. اگر تحرک نداشته باشی، دیسک ها خشک و ضعیف میشن. دانش آموزا، دانشجوها یا هر کسی که همیشه کیفش یک طرفی استفاده میکنه باید حواسش باشه. این کار باعث عدم تعادل ستون فقرات میشه. در موقع خوابیدن هم باید چند تا آیتم رو در نظر بگیریم. اینکه گردن و کمر همیشه باید در یک راستا باشن. بالش بلند باعث میشه که قوس گردن زیاد بشه. خیلی هم فکر میکنن با چند تا قرص یا پماد میتونن درد رو خاموش کنن، اما مشکل اصلی پاورجاست و با گذشت زمان بدتر میشه. ما باید بدونیم که کدوم ورزش ها دشمن ریسک هستن و کدوم ورزش ها دوستشن. ورزش در کل برای سلامتی کمر ضروریه، اما نه هر ورزشی. بعضی از حرکات میتونن دیسک آسیب دیده رو بدتر کنن، در حالی که بعضی تمرینات دیگه میتونن به تقویت عضلات ستون فقرات کمک کنن و درد رو کم کنن. چه ورزش‌هایی برای دیسک کمر خطرناک هستن؟ ورزش‌هایی مثل دراز نشست کلاسیک. این حرکت میاد فشار زیادی به دیسک وارد میکنه، به ویژه اگر سریع و با شتاب انجام بشه. ورزش بعدی یعنی اون حرکت هایی که هست مثل لمس انگشتان پا از حالت ایستاده است. این خم شدن به جلو ستون فقرات رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و خطر بیرون زدگی دیسک رو بالا میبره. مورد بعدی، بلند کردن وزنه از روی زمین با کمر خمه. یکی از شایع‌ترین دلایل پارگی دیسک همینه. همیشه باید با زانو بلند بشین از کمر. پریدن یا دویدن روی سطوح سخت مثل چی؟ مثل آسفالت باعث میشه یه فشار ضربه‌ای به دیسک وارد بشه، مخصوصا اگر کفش مناسب نداشته باشه. حرکات چرخشی ناگهانی مثل برخی تمرینات بوکس یا تنیس، اینا باعث میشه که یعنی این چرخیدن سریع کمر بدون کنترل عضلات مرکزی باعث میشه که دیسک فشرده بشه که همه اینا باعث آسیب میشن. حالا چه ورزش‌های مفید هستن؟ پیاده‌روی سبک یکی از امن‌ترین و بهترین ورزش هاست. حرکت منظم باعث افزایش خونرسانی و از خونرسانی به دیسک ها میشه، بسیار مفیده. ورزش بعدی شناه. آب باعث میشه فشار از روی کمر برداشته بشه و عضلات بدن تقویت بشن. تمرین بعدی تمرینات کششی ملایمه. کشیدن عضلات پشت پا و لگن باعث کاهش فشار روی دیسک ها میشه. آیتم بعدی حرکات تقویت کننده عضلات مرکزی بدنه، مثل تمرینات پلانک که بدون فشار مستقیم عضلات شکم و کمر رو تقویت میکنن. ورزش یوگا، به خصوص اگر با مربی آگاه به مشکلات کمر باشه. یوگا میتونه فوق‌العاده باشه، به شرطی که حرکاتش بر اساس نوع آسیب انتخاب بشه.
حالا میخوام در مورد تغذیه مناسب برای سلامت دیسک‌ها و ستون فقرات صحبت کنیم. بدن ما از درون ساخته میشه. پس تغذیه سالم میتونه واقعا کمک کننده باشه. چه مواد غذایی مفید هستن؟ مواد غذایی که کلسیم دارن مثل چی؟ لبنیات کمچرب، بادام و کلم بروکلی. اونایی که مگنیزیم دارن مثل اسفناج، آووکادو، دانه‌های کدو و شکلات تلخ. ویتامین دی که نور آفتاب، تخم مرغ و ماهی سالمون ویتامین دی داره. پروتئین ها که باعث ترمیم بافت ها میشن. آنتی اکسیدان ها که توی میوه های رنگارنگ وجود دارن و سبزیجات تازه که برای کاهش التهاب بسیار مفیدن. آب فراوان. دیسک ها در حقیقت از آب تشکیل شدن. کم آبی باعث خشکی و تخریب دیسک ها میشه. حالا چه مواد غذایی بر دیسک مضره؟ شکر زیاد. چرا؟ چون التهاب آوره. فست فود و چربی های زیاد چون باعث افزایش وزن و التهاب میشه. نمک زیاد چون باعث کاهش جذب کلسیم میشه. کافئین بیش از حد. چرا؟ چون باعث میشه که دفع کلسیم بیشتر بشه. حالا میخوایم بریم که در مورد این موضوع صحبت کنیم که ما خیلی از ماها بیشتر عمرمون رو یعنی حقیقت یا دراز کشیدیم یا خوابیدیم یا نشستیم. از این حالت بیشتر نیست. و خب اگر این حالت ها هم درست نباشن کم کم دیسک هامون آسیب میبینن حتی بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. حالا اول میخوام در مورد اصول درست خوابیدن باهاتون صحبت کنم. یه با تشک مناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی نه خیلی نرم باشه نه خیلی سفت باشه. باید از کمر و ستون فقرات حفاظت کنه. تشک‌های مموری فوم یا طبی نیمه سفت گزینه‌های بسیار مناسبی هستند. حالا بالش شما چطور باشه؟ بالش نباید نه خیلی بلند باشه نه خیلی نازک باشه. گردن و ستون فقرات در حقیقت باید در یک راستا قرار بگیرن. اگر به پهلو هم میخوابی بالش باید فضای بین سر و شونه رو پر کنه. وضعیت خوابم باید به شقیقه مناسب باشه. بهترین حالت چیه؟ اینکه به پهلو بخوابی با زانوی کمی خم شده و یه بالش هم بین دو تا زانوت بذاری. حالت خوبی بعدی چیه؟ خوابیدن به پشت با بالش زیر زانوها. بدترین حالت چیه؟ خوابیدن روی شکم چون فشار زیادی به گردن و کمر وارد میشه. حالا در مورد اصول صحیح نشستن می‌خوایم صحبت کنیم. اصول صحیح نشستن یا آیتم مهمش صندلی مناسبه به خصوص با پشتی مناسب با قوس کمر. ارتفاع صندلی هم باید طوری باشه که زانوها با لگن در یک راستا یا کمی پایین‌تر قرار بگیرن. کف پاها هم به طور کامل باید روی زمین قرار بگیره. حالا چند نکته کلیدی. هر نیم تا 45 دقیقه سعی کنید بلند بشید و چند قدم راه برید. سعی کنید همیشه به عقب تکیه بدید و روی لبه صندلی هیچ وقت نشینید. اگر پشت میزم کار میکنی مانیتور باید درست روبروی چشمت باشه. حالا در مورد اصول صحیح ایستادن میخوام صحبت کنم. وزن بدن ما باید بین دو تا پا تقسیم بشه. نباید یک پا رو همیشه جلو بذارید یا به یک طرف تکیه کنید. سعی کنید که قوز نکنید و شانه ها باید صاف و رو به عقب باشن. اگر زیاد میستی گاهی یک پات رو روی یک پله یا سکو قرار بده تا از فشار روی کمرت کاسته بشه. حالا میدونیم که گاهی درد کمرمون از خود دیسک نیست بلکه از باورهای اشتباهیه که درباره دیسک داریم. بیایید حالا چند تا این باورها رو با هم دیگه بررسی کنیم. این باور که اگر دیسک دارم یعنی دیگه نمیتونم ورزش کنم که اشتباهی محضه. ورزش اصولی نه تنها کمک میکنه که دردت کم بشه بلکه باعث میشه خیلی بهترم بشی. باور بعدی که باید چون دیستان باید استراحت مطلق باشن. در صورتی که استراحت طولانی مدت باعث ضعف عضلات و بدتر شدن درد میشه. حرکت‌های ثبات و کنترل شده خیلی مفید هستن. باور بعدی اینه که فقط عمل جراحی دیسک کمر رو درمان میکنه. در صورتی که اشتباهه. بیشتر 90% افراد بدون جراحی خوب میشن یا با فیزیوتراپی یا اصلاح سبک زندگی و تمرین‌های مناسب. باور بعدی اینه که هر درد کمر یا دیسک دیگه. پس اگر در ناحیه کمرم احساس درد کردم یعنی من دیسک دارم. در صورتی که خیلی از دردها به خاطر دردهای عضلانی هستن، اونم به خاطر عادتهای اشتباه ما. سعی کن همیشه به علائم توجه کنید. باور بعدی اینه که قرص درد رو درمان میکنه. در صورتی که قرص فقط موقتاً درد رو خاموش میکنه ولی علت رو برطرف نمیکنه.
حالا راه‌های درمان دیسک کمر بدون جراحی چیه؟ اکثر آدم‌ها که دیسک دارن نیاز به جراحی پیدا نمی‌کنن. با مراقبت درست، درمان‌های خانگی و گاهی فیزیوتراپی میشه اوضاع رو کنترل کرد. حالا این آیتما رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. استراحت کنترل شده، نه مطلق. 1-2 روز استراحت در صورت درد شدید خوبه، ولی بعدش کم کم باید حرکت رو شروع کنی. استراحت بیش از حد باعث ضعیف شدن عضلات کمرت میشه. مورد دوم، استفاده از گرما و سرمایه. سرما یا همون یخ در 48 ساعت اول برای کاهش التهاب خوبه و گرما یا همون کیسه آب گرم بعد از 2 روز باعث شل شدن عضلات و کاهش درد میشه. مورد سوم، فیزیوتراپی و ورزش درمانیه. یک فیزیوتراپی خوب میتونه با تمرین‌های هدفمند خیلی به ما کمک کنه. عضلات کمر و شکم رو تقویت کنه، تحرک ستون فقرات رو بهتر کنه و الگوهای حرکتی اشتباه ما رو اصلاح کنه. تمرین‌های حرکتی مثل مکنزی و تمرین‌های پایدارسازی ستون فقرات خیلی میتونن مفید واقع بشن. مورد چهارم، ماساژ و طب سوزنیه. اگر با روش علمی و توسط متخصصین انجام بشن، میتونن تنش عضلات رو کم کنن و درد رو کاهش بدن. مورد پنجم، استفاده از داروهاست. داروهای ضد التهاب مثل ایبوپروفن، شل-کننده‌های عضلانی و گاهی داروهای ضد افسردگی یا ضد سر و دردهای مزمن عصبی تجویز میشن. یادت باشه که هیچ وقت خودسرانه دارو استفاده نکنی. حالا چه زمانی باید پیش پزشک بریم؟ بعضی وقتا باید جدی‌تر عمل کرد. اگر یک یا دو مورد مواردی که بهت میگم و داشتی، حتما به پزشک مراجعه کن. دردی که بیش از 4 یا 6 هفته طول بکشه. دردی که خیلی شدیده و با استراحت بهتر نمیشه. بی‌حسی یا سوزن شدن پاها. ضعف در عضلات یا مشکل تو راه رفتن اگر داشتی. بی‌اختیاری ادرار یا مدفوع که یک وضعیت اورژانسی محسوب میشه. در حقیقت ما باید بدونیم که دیسک کمر چیزی نیست که یه روزه خراب بشه یا یک شبه خوب بشه. اما با چند تغییر ساده و مستمر توی سبک زندگیمون میتونیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم، درد رو کاهش بدیم و حتی دوباره بدون درد زندگی کنیم. یادت باشه کمر شما سرمایه‌تونه. بهش احترام بذارید، نه فقط موقعی که درد میگیره. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره. و اگر سوال یا تجربه ای داشتی از دیسک کمره توی کامنت ها برام بنویس تا با هم دیگه صحبت کنیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. برات آرزوی کمری سالم، بدن قوی و زندگی بدون درد دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.